درود و سلام و بینندگان و شنوندگان کانال شامگاه دوشنبه. مثل همیشگی با شما هستم نشا اکراموف. ما تصمیم گرفتیم در نشر نوبتی برنامه پیام روز و شما یعنی که خبرهایی که در عاید پروازهای هوایی و شما برسانیم. چنانه که به همه ما معلوم است سنه 1 سپتامبر سال 2020 مقامات تاجیکستان چنین خبر داد که در موافقه با فدراسیون روسیه از سنه 1 سپتامبر تا 15 سپتامبر 52 پروازهای چارتری از جانب فدراسیون روسیه و تاجیکستان انجام داده می شود. در چنین پروازهای چارتری شهروندان جمهوری تاجیکستان از فدراسیون روسیه و تاجیکستان برگردانده می شوند. چنین پروازها توسط شرکت هواپیمایی سامان ایر صورت می گیرد. شهروندان می توانند از شهرهای مسکو، یکاترینبورگ، قزان، سنت پترزبورگ، سامارا، کراسنودار، ایرکوتسک، نووسیبیرسک، سوچی توسط این هواپیمای سامان ایر به تاجیکستان برگردند. نقشه یعنی که تقویم ترتیب داده شرکت هواپیمایی سامان ایر چنین است: 1 سپتامبر سال 2020 مسکو دوشنبه، 1 سپتامبر سال 2020 یکاترینبورگ دوشنبه، 1 سپتامبر سال 2020 قزان دوشنبه، 1 سپتامبر سال 2020 قزان دوشنبه، 2 سپتامبر سال 2020 مسکو دوشنبه، 2 سپتامبر سال 2020 سنت پترزبورگ دوشنبه، 2 سپتامبر سال 2020 کراسنودار دوشنبه، 3 سپتامبر سال 2020 مسکو دوشنبه، 3 سپتامبر سال 2020 مسکو دوشنبه، 3 سپتامبر سال 2020 نووسیبیرسک دوشنبه. اینچنین که ها میتوانند که با کدام راه ها یعنی هواپیما چیفته های هواپیمایی را به دست آورند. راه های به دست آوردن چیفته های هواپیمایی یعنی شهروندانی که در فدراسیون روسیه قرار دارند با مراجعت نمودن به کنسولگرایی تاجیکستان یعنی سفارت تاجیکستان در فدراسیون روسیه و یعنی که با اجازت گرفتن یعنی که از کنسولگرایی تاجیکستان یعنی که در شهرهای روسیه می توانند که از چنین یعنی که چیفته ها را به دست آورند و به جمهوری تاجیکستان برگردند. ما دائما یعنی کوشش میکنیم و شما خبرهای تازه و تازه نو به نو را برسانیم. ما باوری داریم که با گشوده شدن سرحدها شهروندان جمهوری تاجیکستان از فدراسیون روسیه به وطن یعنی برمیگردند و به دیداری هم میرسند. تا دیدار آینده دائما خدا مددگار و نگهدارتون باشد. بزرگی ما در اتحاد ماست. تا دیدارهای آینده خدا حافظ. تشکر با بینندگان و شنوندگان کانال شامگاه دوشنبه. همیشه با ما باشید و گذاشتن لایک را فراموش نکنید. برای مهنت ما یک تقرسک زنتون، یک لبخند کنتون، همراه ما خونتون، مخلصی ما شبتون. اگر مخلص نشده حقارت نکنتون.